گرچه خاکیم پذیرای دل و جان شده ایم، چون زمین آینه حسن بهاران شده ایم. سلام بر شما و عیدتون مبارک. برای همتون سلامتی، سرزندگی، سرشاری و تندرستی آرزو میکنیم و امیدواریم در همه حال پر امید و پرنشاط باشید. با دومین قسمت از پیک بهاری در نوروز 403 در خدمتتون هستیم و تمام تلاشمون اینه که بتونیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاریم. با ما همراه باشین. از قدیم گفتن حرف راست رو از بچه بشنو. حالا این هم یکی از جدیدترین شواهد این مدعا. اونچه که ملاحظه می‌کنید برگه امتحانی یک دانش آموز است. اجازه بدید که سوال جوابهاش رو یه بار با هم بخونیم تا همه چی روشن بشه. پرسیده اعضای شورای نگهبان چند نفرند؟ توضیح دهید. دانش آموز جواب داده شورای نگهبان 12 عضو دارد که نصفشان فقیرند و نصف دیگرشان حقوق میگیرند. سوال بعدی این بوده که وظیفه شورای نگهبان چیست؟ جواب داده شبها نگهبانی میدهند. سوال بعدی درباره مجلس خمرگان رهبری چه میدانید؟ جواب داده دوستان چاق و خیکی رهبرند. سوال بعدی اعضای مجلس خمرگان چه کار میکنند؟ پاسخ داده غذا میخورند و میخوابند تا چاق بشوند و مثل خمره شوند. معلمم آخرش نوشته امیر جان من اینجوری درس دادم؟ لابد جواب امیر جانم این بوده که شما اینطوری درس ندادی، اما واقعیت همینی که ما نوشتیم. حالا بریم سراغ بخش بعدی برنامه که اون هم یک جورایی یک امتحان هست. منتها امتحانش کتبی نیست و شفاهیه. شرکت کننده ای توی امتحان هم عظما و رئیس شورای نگهبانش و رئیس جمهور 6 کلاسه دروغگوش هستند. با هم ببینیم. برای اجرای بعدی بفرمایید. آی عظمای بدبخت سیدری، آی سیدری سیدری مرز هی سیدری را انداختی. دمر شدم را امام دو در شدم را امام دمر و دو در تب دارم امام رضام از است را باسم که بود را امام بکریم زود را امام قتلت و املت شدن امام رضام از است را خاک به سرم به جوکی زده کشیده شدیده سپاه و بسیجو ندیده بیس تو رو کوبیده. اوضاع تو این چند هفته از دست من درفته عشق بسیجی شلخته ولی یه انتقام سخته. شما میگید بگیرمش؟ بله. اگه بگیرمش؟ بله. احمد بگیرمش؟ نه چرا چه فتنه برپا شده تو بیت ما جا شده لپ انتقام سختم واسم حلوا شده. شما میگید بگیرمش؟ بله. اگه بگیرمش؟ بله. احمد بگیرمش؟ بله. آقا یعنی اینقدر بد بود نذاشتین تموم شه؟ بد نبود، یه چیز گم کرده داشت شدید. چیزی گم کرده بود؟ بله اون چیز گم کرده اینه که شما یک نمیدونم یک چیزی رو انگار خودتونم تو این متن دنبالش میگشتید برای اینکه ماجرا به جریان میفته. والا بنده حقیر گم کرده زیاد دارم. من امامو گم کردم، من رسالمو گم کردم. حالا با سربازان گمنام میگردیم ببینیم چی رو پیدا میکنیم. من معمولا اصلا وسط خواندن کسی قرمز نمیدم ولی انقدر اوضاع خراب بود مجبور شدم. میخواستم حقیقتش فکر کردم بقیه میزنن که نگه داریم اجراتو چون واقعا بد بود. فالشی بیش از اندازه، تسلط نداشتن روی حنجره‌اش. مثلا معلومه که خیلی احتیاج به کار داره. احساس کردم خیلی تحت فشار داره این کار رو انجام میده و واقعا عرقی که میریخت و احساس کردی فشار روی من بدبخت بعد تو احساس کردی الان از 8 طرف رو ما فشاره. صداشو نمیشنوی هی بوم بوم هر شب میترکونن. یه روز قضاییه یه روز پایگاه بسیج این ورمون اون ورمون. این اغتشاشگرا دست بر نمیدارن که
گاوم بذاری عرق میریزه، چه برسه به بنده حبیب. الان رگلاژت به هم ریخته انگار، ولی توانایی حنجره وجود داره، ولی این سردرگمی در صداش به شدت. اون توانایی حنجره رو که از منقل دارم، اما سردرگمی به خاطر همین بدبختی‌های نظام دیگه، همین داستان انتخابات سال گذشته که زد فک و فوک پیاده کرد. شما سردرگمی ما چی کار داری؟ من دارم اینجا با این همه بدبختی خوانندگی بسیجی کش میکنم، آخه تو صدا رو بچسب، چی کار داری به این کارا؟ ما اینجا صرفا مسابقه خوانندگی نیستیم، فارغ از خواننده به نظرم زبان بدن و اون حسه خیلی مهمه. امیدوارم که خوشگل‌تر، توانمندتر بدونه. ای بابا عجب گیریه ها. درست من جسمم بدنم ناقصه، اما زبان بدنم خیلی خوشگل داره کار میکنه. یعنی از نرمش قهرمانانه بیشتر دیگه چی میخوای؟ تو ندیدی چطوری چشم بسته خوندن؟ شما چشمات رو میبندی، اصلا به مخاطب توجه نمیکنی، حتی اون موقع که آواز نمیخونی زمین رو فقط نگاه میکنی. احساس میکنم که حضور روی صحنت کمرنگه، از فضا و موقعیتت داری کم استفاده میکنی، نادرست استفاده میکنی. من علت این که با عشق قرمز زدم هم. ببین کلا قرمزی جلوی من اینقدر قرمز نکنه، میزنم اینجا قرمزت میکنم. از کدوم فضا استفاده کنم؟ کدوم موقعیت؟ مگه فضا واسه ما گذاشتن دشمنان نظام؟ میریم از فضا استفاده کنیم، دشمنای نظام میزنن یه بریمون میکنن. اوهای مزدی بابا تو یه چیزی بگوی وسط. ولی نکاتی که دوستان میگن نکات درستی. شاید همین کم بودن انرژیش و اینا، نمیدونه حالا نشد گرفته از اضطراب یا استرسیه که اجراش ذره متزلزل شد. همینمون مونده بود که تو هم اضطراب ما رو به رکمون بکشی. یه جای باحالی شما دور و بر شهرتون دارید؟ تالاب ارواح رفتی؟ مجلس خبرگانو میگی؟ من فقط یه تالاب ارواح میشناسم، اونم مجلس خبرگانه. قشنگ قبل اینکه بیای اینجا از اونجا رد شدی، یعنی از تالاب ارواح رد شدی، یعنی مثلا گره ترسیدی انگار اومدی. هی بابا الان کل نظام شده تالاب ارواح، شده تونل وحشت. هر طرف رو نگاه میکنم قبض رو میشم والا. انگار حواست به یه چیزی بود که ما اونو نمیفهمیدیم. اگه قرار بود همه اون چیزایی که من میفهمم شما بفهمید که دیگه ما بریفدی نمیشدم که. چرا 4 تا رأی منفی گرفتی؟ بگو. کدوم 4 تا رأی منفی؟ اینا همه تبلیغای دشمناست، داورا عوامل استکبار جهانی هست. خب خیلی ناامید شدی الان؟ والا الان وضعیه که امامم بود ناامید میشد، چه برسه به من. خودت قبول داری رأی منفی تو؟ نه خیر، بنده قبول ندارم. از نیروهای مسلح میخوام با این داورا قاطعانه برخورد کنن. برو بشین مثلا جای آریا، خودت به خودت رأی مثبت میدی؟ جای آریا کجاست؟ من از روی کرسی ولایت تکون نمیخورم، همینجا که نشستم جام خوبه. میدونی چی اجرا کردی دیگه؟ واکنش تماشاگرمون هم دیدی. واکنش تماشاگرا رو به راه من نکش. واکنش تماشاگرا موجسازی رسانه‌های غربی، اجرای من حرف نداشت. یعنی شما استاد تعریف کردن جوکای بی‌مزه‌ای داره؟ ما به شما اجازه میدیم چند تا جوکای بی‌مزه‌تون رو برام تعریف. جوک بی‌مزه که زیاد بلدن. یکیش مردم سالاری دینی. جوک بعدی، ایران آزادترین کشور دنیاست. جوک بعدی، انتخاباتی که برگزار شد با شکوه‌ترین انتخابات جهان بود. یه جوک دیگه هم بلدم، نظام ما در اوج اقتدار است. بس دیگه این هر و چرا اینا مال شب انتخابات بود. تموم شد، جمع کنید و همه مثل رازخونی جمع کنید برید کاسه کوزتونا. سلام. یکی از شامورتی‌بازی‌های نظام در سال گذشته راه اندازی یک دادگاه نمایشی تأخیری برای محاکمه سازمان مجاهدین بود، چون یکی از متهمین این پرونده خود سازمان مجاهدین در کلیتش هست.
این دادگاه رو خامنه‌ای با دور موتور بالا با کلی تبلیغات و بیلبورد در سطح شهر شروع کرد، اما بعد از 10 جلسه انگاری که بادش خوابید، طوری که حتی رسانه‌های خودشون هم دیدن دیگه چیزی نداره که بشه پردازن، که این صدای بعضیاشون رو در آورد. وقتی که صحبت کردم گفتن کجا میری، گفتم واسه شهدای ترور، خیلی خوشحال شدن. ولی خیلی تعجب میکنم صدا و سیما خیلی تیکه‌ای کوچیکی از این مراسم رو نشون میده. البته کساد بودن بازار این دادگاه از همون اول کار مهر خورد، وقتی که مجاهدین کل این نمایش رو به سخره گرفتند و جلوی ولی فقیه این حرف ساده رو گذاشتند که اگر اهل دادگاه و قانون هستی پاشو بیا یک دادگاه بین‌المللی یا وکلای بین‌المللی مجاهدین رو بپذیر، که اینجا خامنه‌ای کیشمات شد، چون هیچ کدومشون رو نمیتونست بپذیره. بنابراین از همون اول کار فاتحه این نمایش دادگاه خونده شد. اینکه حتی صدا و سیمای آخوندی هم چیز دندونگیری توی این نمایش پیدا نمیکنه بی‌دلیل نیست، چون این دادگاه تبدیل شد به یک نمایش یک طرفه با همون حرف‌ها و کلیشه‌های تکراری که 100 بار تو 100 تا مستند دیگه رژیم نخنما شده، که حتی برای بسیجی‌های خود نظام هم حرف جدیدی نداشت. بعد یه خیال شنبری هم به اسم نماینده دادستان آوردن که اونقدر خسته کننده و ملال‌آور صحبت میکنه که ملت رو برده رو خلسه. و از اون طرف هم میخواد جست محقق بگیره که رفته متون سازمان رو خونده، ولی قبلش از یکی سوال نکرده که چجوری این متون رو میخونن. اینجا مسعود رجوی چی میگه؟ این مصاحبه مسعود رجوی است. میگه و ضمن ممانعت از لوث شدن این ارزش‌ها با هیاهوی ارتجاعی دار و دسته خمینی، ملوث شدن این ارزش‌ها در سند میگه چنان که میدانید ما این سیاست انقلابی را قبل از 30 خرداد تعقیب میکردیم که رژیم خمینی را شقه کنیم. شقه نه آقا، شقه. میگه ما این سیاست انقلابی را قبل از 30 خرداد تعقیب میکردیم که رژیم خمینی را شقه کنیم. نه نمیدونم چیشو نمیفهمی. شقه، باید بگی شقه. رژیم ارتجاع لیبرالی را شقه کنیم. مثل اینکه این پیاده‌تر از این حرف هست. فایده نداره، ولش کن. حالا برای اینکه به این نمایش بیرمقشون یکم هیجان بدن، رفتن چند تا فیلم هالیوودی نگاه کردن، این فیلم‌های دادگاهی. بعد فکر کردن که چیکار کنیم چیکار نکنیم. آن این صحنه هستش که چند تا وکیل میان پیش میز قاضی، این خیلی هیجان داره، که گفتن ما هم یه بار این کارو بکنیم، که اینجوری عذاب در اومد. احد از وکلای متهمین به علت بیماری در جلسه اعلام کردن حاضر نیستند. با توجه به اینکه جلسه دادگاه بدون حضور وکلای متهم نباید تشکیل بشه، جدی میفرمایید؟ و نظر به اعلام آمادگی احد از وکلای دیگر حاضر در جلسه، دادگاه یک تنفس کوتاه رو اعلام میکنه. سلام عزیزم، شما آماده بودین وکالت این جلسه متهمین رو بپذیرید؟ خیلی خوب. منشی جلسه اظهارات ایشون با توجه به اینکه بله فقط همین جلسه است، با توجه به عدم حضور آقای محمدی، جناب آقای وکیل وکالت متهمین رو با توجه به مطالعه اطلاعی که داشته بپذیره. من از نماینده محترم دادستان تقاضا دارم با توجه به اینکه الان تمام متهمین وکیلشون در جلسه حاضرند، قرائت کیفرخواست رو آغاز کنید. فیلم میخواد بازی کنید باید حداقل یک بازیگر خوب بیارید. آخه ساختگی بودن این صحنه که همینجوری داره داد میزنه. اول یه جستی گرفت که ما بدون وکیل متهم جلسه رو ادامه نمیدیم، ولی بعد همونجا بلافاصله میگه که ما هم پشت این چیزا نمیمونیم. بعد یارو صدا میکنه قبول داری؟ اونم قبول دارم، یالا برو. به همین سادگی. قشنگ معلومه که چون میخوان بعداً جلوی طرف حساب‌های غربیشون این فیلم رو نشون بدن، گفتن حتما باید یک سکانس اینجوری هم داشته باشیم که برای اونا آشنا به نظر بیاد که اینجا دادگاه مثلا، چون همینجوری که هیچی شبیه دادگاه نیست. اما دلایل کسادی این دادگاه یکی دوتا نیست. اساساً خود اتهاماتی هم که برای مجاهدین 700 صفحه ردیف کردن دیگه توی خود نظام خریداری نداره. مثلا از یک طرف میگه مجاهدین مهره آمریکا هستند، ولی بعد برای اینکه لیست گذاری مجاهدین توسط آمریکا رو تبیین کنه دیگه میفته به جفنگ گفتن. و گروهک تروریستی منافقین
اون جنایات، ترورها و بمبگذاری‌های دهه 70 هجری شمسی رو در ایران انجام میدن. در اینجا امریکا و کشورهای غربی مخصوصا اروپا میبینه که همه دارن محکوم میکنن و اینهایی هم که ادعای مبارزه با تروریسم رو دارن رسوا میشن. به همین دلیل به ناچار و از روی اکراه میان اسامی این در واقع اسم این گروهک در لیست سیاه خودشون و جزء گروه‌های تروریستی ذکر میکنن. پس وقتی ما میگیم که با اکراه میان اسم اینها رو در لیستشون قرار میدن، لیست سازمان‌های تروریستی، به خاطر حمایتشون از این در واقع گروهک تروریستی بوده. حتی 2 سلول فعال هم تو مغز یارو نیست. این کیفرخواست رو برای مخاطبی با ضریب هوشی زیر کرفس تنظیم کردن انگار. اصلا کاری نداره به زد و بند و معامله با رژیم، به اعتراف مارتین ایندیک از دستیاران وزیر خارجه آمریکا که گفته بود هدف از این نامگذاری ارسال یک ژست حسن نیت به خاتمی بود. کاری هم به بمباران مجاهدین در جنگ اشغال عراق توسط آمریکا نداره. کاری هم به جنگ حقوقی چند ساله مجاهدین برای خروج از لیست نداره. 10 دادگاه، مندیمه، تحسن‌ها، کنفرانس‌ها، کلاً به این چیزا کاری نداره، تعطیله. توی فاز دیگه از تاریخ سیر میکنه. همینطوری میگه آمریکا برای حمایت از مجاهدین رو گذاشت تو لیست تروریستی. آره تو تحقیق کردی، آره تو میدونی، ادامه بده. و اما اتهام دیگر مجاهدین. در سال 64 رجوی به ایجاد یک انقلاب ایدئولوژیک پرداخت. در واقع انقلاب ایدئولوژی که طراحی شده توسط مسعود رجوی بر 4 پایه استوار بود. پایه 4م هژمونی زنان. این زنان هستند که بر مردها غالبند. یعنی ریاست مریم رجوی و اینکه کل اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، اعم از لاییک، مسلمان و غیر مسلمان، میبایست تحت هژمونی زنان درآیند. باز مثل اینکه مگس داره از بهداشت حرف میزنه. اگر شما تونستید به مگس ها بفهمونید که گل از زباله بهتره، به این میشه فهموند که چرا مشارکت زنان در رهبری اهمیت داره. آخه گولاخ، وقتی تو قانون شما زن حق نداره رهبر بشه، رئیس جمهور بشه، قاضی بشه یا حتی توی خبرگان شرکت کنه، معلومه که هژمونی زنان هم برای شما جرم محسوب میشه. چون تمام بنیادهای فکری حکومت آخوندی برباد میره. تو اول باید جواب بدی که چرا تو خبرگانتون حتی یک زن هم راه ندادید؟ چرا بانوان که 50% جمعیت یک کشور رو تشکیل میدن، چرا تو خبرگان یه بانو نداریم؟ یه بنبستایی در قانون اساسی هست که این چیزا هست. یک خانم هم ما توی خبرگان نداریم. چرا؟ و اما یکی از دلایل اصلی کسادی این نمایش خود شاکیان این پروندند. یعنی شما رفتی کسایی رو به عنوان شاکی آوردی که هر کدوم یه تریلی جنایت رو دارن یدک میکشن. مثلا این کیه؟ این اومده به خاطر هلاکت باباش شکایت کنه. باباش کیه؟ جلاد مردم کردستان و مجاهدین، یعنی صیاد شیرازی. حالا ببینیم که این اومده دنبال چی؟ جریان منافقین یک جریان مارکسیستی صرف هستش. به تعبیر مقام معظم رهبری، منافقین مارکسیست محض هستند و به تعبیر امام خمینی منافقین هیچ در واقع مارکسیستی هستند که یه لحظه به اعصابت مسلط شو. اول فکر کن دقیقاً چی میخوای بگی. اگر چیزی توی کلت داری تلاش کن ازش استفاده کنی. اونو باید قبل از حرف زدن به کار بگیری. هیچ ربطی به اسلام ندارن و اینها نمیتوان هم اسلامگرا باشن و هم مارکسیست باشن و ماهیت اینها ماهیتی هستش که به لحاظ ایدئولوژی، به لحاظ اعتقادی هیچ تغییری ضد اسلام هستن. این یکی بهش چند تا کلمه دادن، ایدئولوژی، مارکسیسم، اسلام، آمریکا، گفتن با اینا چند تا جمله خیلی خفن بساز، ولی هنوز جمله ها رو نساخته، رفته رو ارسال. همینطوری دیگه داره میزنه به در و دیوار. و چهره اینها و شخصیت اینها و ماهیت اینها تحت حمایت آمریکا هستش. ماهیت و چهرهشون تحت حمایت آمریکاست؟ ببین به من بگو دقیقاً چی میخوای بگی؟ و تمام کارهایی که در قبل از انقلاب کردن و بعد از انقلاب کردن همه برخواسته از
حمایت آمریکا بوده. آخه گوشگو، اولش میگفتی که اینا مارکسیستن، بعدش میگی تحت حمایت آمریکان. آخه چطوری؟ اینا نمیشه. و لذا باید نسبت به ماهیت اینها اقدام قانونی بشه و نسبت به رسیدگی اینها پرونده ویژه انجام بشه. چه گیری هم داده به ماهیت. بابا آخه ماهیت هیچ کس رو که نمیشه توی دادگاه محاکمه کرد. نمیدونم معنی این جمله رو میفهمی یا نه، ولی نمیشه. البته از اینجور آدما نباید انتظار فهمیدن داشت، چون کلا نرم افزار فهم رو نصب نکردن. من به نمایندگی از خانواده معلم شهیدان بنده حقیق دکتر مهدی صیاد شیرازی هستم. دکتر مهدی؟ تو اگر وزنت اندازه شعورت بود الان نیم مثقالم نبودی. دکتر کی بودی تو؟ حالا جالب اینه که خودش رو سخنگوی همه خانواده‌های پاسدارهای به هلاکت رسیده هم میدونه که اومدن اینجا چی گیرشون بیاد. من به نمایندگی از خانواده معلم شهیدان و علاوه بر این غرامت و همه خسارت‌های مادی و معنوی که انجام شده به نحو احسن رسیدگی داشت. خسارت میخوای، غرامت میخوای، خب همینو بگو دیگه، برای چی میپیچونی؟ پس اینطور به نظر میاد که یه سری لاشخور همین که شنیدن قرار یک دادگاهی برای مجاهدین تشکیل بشه، بوی کباب شنیدن و گفتن بدو بریم سریع چکی نقد کنیم. حالا چه جوری؟ یه وصله جور میکنیم و خودمون رو میچسبونیم به مجاهدین. من خواهر غلام حسین ابراهیم نژاد هستم، عضو همین گروهک منافقین. ما خودمون خانواده قربانی هستیم اصلا یک جورایی. ما الان سال‌هاست داریم تحت شکنجه قرار میگیریم از این گروهک. ما از نظر روحی روانی قربانی این گروهک هستیم. یعنی به شما آسیب‌های روحی وارد شده؟ نه تنها من، خانواده‌ام هستم. سکانس دراماتیک نمایشه با موزیک متن فیلم‌های غم‌انگیز که حالا چی شده؟ این خانم قرار نقش یک قربانی رو بازی کنه، ولی میگه ما یه جورایی قربانی شدیم. یعنی خودش هم دقیقاً نمیدونه قربانی چی شده، چون با عقل پیاز هم جور در نمیاد که سر و مر و گنده وایستادی، بعد میگی ما سالها تحت شکنجه قرار گرفتیم. بعد یکم فکر میکنه میگه آها روحی روانی قربانی شدیم، یعنی تو تصویر قابل مشاهده نیست. خودم 6 ماه بستری بودم. به چه جهتی میشه توضیح بدین من بدونم این آسیب روحی رو کی وارد کرده؟ افسردگی گرفتم که اومدن خبر دادن که عضو گروهک بودن و بعد کشته شدن. و 6 ماه بستری بوده به خاطر آسیب روحی، اونم از نوع افسردگی. بابا با این فشاری که شما الان دارین به ملت میارین که پس بعد 40 میلیون رو ببریم تو بیمارستان بخوابونیم، چون ملتی که بعد روزانه با حجابان و انتظامی و گرونی و فقر و تورم دست و پنجه نرم کنه دیگه کارشون از افسردگی گذشته. بعد این داره به زور یه جایی در گذشته های دور دنبال علت بستری شدنش میگرده، میخواد قیمت خودش رو ببره بالا. فردی که الان نام بردین جزء برادرم مثلا فریب خورده بودن. البته الان کجا هستن؟ کشته شدن. توسط کی کشته شده؟ توسط همین والا گروهک تروریستی. الان من شما به احساس عنوان میکنم ایشون فریب خورده بودن، احساس کنم راه برگشت برای ایران میخواستن که حالا نمیدونم. از اینجا به بعد تناقض‌های داستانش یکی یکی بیرون میزنه. از این طرف میخواد بگه برادرش فریب خورده بود، چون اگر بگه که برادرش مجاهد بود و خودش انتخاب کرده و رفته توی این مسیر شهید شده، دیگه ربطش به تو چیه؟ تو توی این دادگاه اومدی چی میخوای؟ غرامت چی رو میخوای بگیری؟ الان کجا هستن؟ کشته شدن. توسط کی کشته شده؟ توسط همین والا گروهک تروریستی. حالا این یارو قاضی میخواد هی تو اجرای سناریو کمکش کنه، ولی وضع بدتر میشه. میگه توسط کی کشته شدن؟ اون که نمیتونه بگه تو عملیات فروغ جاویدان توسط پاسداران سپاه شهید شده، چون وگرنه دیگه غرامت چی رو میخواد؟ بنابراین میره تو سناریوی همیشگی خودشونو کشتن. من احساس میکنم ایشون فریب خورده بودن، احساس کنم راه برگشت برای ایران میخواستن که حالا نمیدونم. یعنی واردم میخواسته بیاد داخل ایران. الان شما شکایت داری؟ بله شکایت دارم. ببین سناریو که دستش چقدر بنجله. از این طرف میگه که طرف فریب خورده بود ولی میخواسته برگرده داخل ایران. خب تو عملیات فروغ جاویدان همه مجاهدین اومدن داخل خاک ایران. بعد میگه نه آها این دفعه از فریب خارج شد که بعد مجاهدین زدنش. منم الان شکایت دارم. یعنی باورپذیرتر از این دیگه نمیتونستن کار کنن. قائل هستید برادر شما رو کشته؟ بله چرا این کار 100%. کردن؟ برای اینکه پشیمان شده بود از کارش
شما از کجا مطلع شدین پشیمان شده؟ چون که اصلا 4 تا بچه داشت. من به نظرم خاطر اون بچه‌هاش هم شده باشه برمیگشت برای ایران فریب خورده بود که رفت بود. 100% میدونم که پشیمان بود از این کارش. سندهایی که توی این دادگاه جمع کردن اینقدر متقنه. بهش میگه شما از کجا فهمیدید که این قبل از اینکه توسط همونها کشته بشه پشیمونم شده بود؟ میگه چون 4 تا بچه داشت به نظر من 100% پشیمون شده بود. این دیگه تحقیقات نیاز نداره که. این اولش که داشت میرفت اونجا یادش نبود 4 تا بچه داره، فریب خورده بود، ولی این خانوم 100% مطمئنه که وسط عملیات حتما چون 4 تا بچه داشته پشیمون شده و مجاهدین زدنش. و جالب اینه وکیل تسخیری اول به این صحنه بیریخت معترض میشه که باز قاضیه میگه نه اینو توی پرونده ثبت میکنیم. اما الان صحبت شما چیه فرمایشتون؟ ایشان فرمودند که مرحوم برادرشون نجوز فعلا متهمینه تا جزو وراث شکات. اصلا آیا میتواند شاکی واقع بشه؟ ما گفتیم ایشون شکایت خودش رو از مراجع قانونی بده، اونجا تو دادسرا بررسی میشه. خواهش میکنم حرفاشون نشیده گرفته میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون اعلام جرم داره انجام میده. آقای محمدی در حین رسیدگی مواجهه با جرمی بشه، منشی دادگاه اظهارات این خانم در صورت جلسه ثبت به عنوان اعلام کننده جرم به مرجع سالش که دادسرا باشه ارسال بشه. خوبه بدونید شهیدی که این خانم ادعا میکنه خواهرشه و اینا میخوان روش توی این دادگاه تحقیقات کنند از شهدای قهرمان فروغ جاویدانه، غلام حسین ابراهیمی نژاد که زندگی نامش از سال 77 یعنی 25 سال قبل از این دادگاه توی این کتاب درج شده و اینجا هم کامل توضیح داده که بله این شهید در واقع این مجاهد دلیل از سال 57 با سازمان آشنا شده، فعالیت میکرده و در مقابل حمله چماقدارا از میلیشیا دفاع میکرده. بعد از سال 64 هم به رغم داشتن 4 فرزند پیگیرانه تلاش کرده تا خودش رو به خارج کشور برسونه و در اواخر سال 66 هم موفق شد. آخرین دستنوشته‌های این شهید هم هنوز باقیه که نوشته این جانب غلام حسین ابراهیمی نژاد بلوچی با اعلام هواداری کامل از سازمان مجاهدین خلق ایران و اعتقاد تمام عیار به مبانی اعتقادی و ایدئولوژی و تشکیلاتی و خطوط سیاسی سازمان، با آگاهی و آزادی کامل تقاضای اعزام به مرز ایران و عراق جهت پوشیدن لباس ارتش آزادی بخش ایران برای جنگیدن با رژیم خونخوار خمینی ضد بشر را دارم و آمادگی کامل پذیرش شهادت در راه سازمان و خلق خدا را با تمام وجود داشته و به آن افتخار می کنم. در رابطه با مسئله خانواده و زن و بچه هیچ گونه مشکلی ندارم و به من تفهیم شد و تمام انرژی هایم را بدون هیچ مشکلی در راه جنگ آزادی بخش خواهم گذاشت. 13 اردیبهشت 1367. و چند ماه بعد هم در عملیات فروغ جاویدان شرکت کرد و قهرمانانه به شهادت رسید. حالا اینکه یکی میخواد با شهید دزدی از قبل خون این شهید خسارت و غرامت و پول 6 ماه بستری بگیره، دیگه خودتون قضاوت کنید که چه جور موجودیه. ولی بدون شک یکی از سکانس های کمدی این نمایش حضور دختر لاجوردی جلاد به عنوان یک کارشناس تاریخ بود. قبل از 30 خرداد اینطور که حالا داره تاریخ نگاشته میشه و ادعای اونها این هست که ما از بعد از 30 خرداد 60 اعلام فاز مسلحانه رو کردیم، اما مستندات نشان میده که اینها قبل از انقلاب اسلامی و همینطور بعد از انقلاب قبل از سال 60 اینها ترورهای زیادی رو داشتن. به این گفتن که تو بیا این دروغ رو بگو که درگیری مجاهدین با نظام شروع کنندش مجاهدین بودن، ولی این ظاهرا اصلا نفهمیده که دادگاه سر چیه، یهو میره تو صحرای ناکجا آباد. به قبل از انقلاب بخوایم اشاره کنیم، ترور و حذف شریف واقفی، مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف که به دلیل اینکه اینها راهشون رو با توجه به شناختی که به دست آوردند از این سازمان جدا کردند، سازمان مجاهدین خلق در حقیقت اینها رو حذف فیزیکی کرد و لذا دست به قتل اونها زد.
یعنی یه چیزی از حسن و حسین هر سه دختران معاویه هستند هم اونورتر. اولا مجید شریف واقفی و صمدی لباف از شهدای سازمان مجاهدین هستند که هر سال هم یادشون رو گرامی می‌دارن، براشون برنامه میذارن. بعد اینا خودشون از اعضای مجاهدین بودن که شریف واقفی به دست اپورتونیست‌های چپ‌نما شهید شد و صمدی لباف هم به دست رژیم شاه اعدام شد. بعد کل قضیه در زمان شاه اتفاق افتاده. چه ربطی به تو بابای جلاد تو این نمایش دادگاه داره؟ از جمله ترورهایی که قبل از 30 خرداد 60 توسط منافقین انجام شد خدمتون چند نمونه رو عرض میکنم. در 25 مرداد 58 مأموران جمهوری اسلامی انبار اسلحه و مهمات بزرگی را در یک بنگاه باربری در چهارراه مولوی تهران که متعلق به سازمان مجاهدین خلق بود را کشف کردند. از این دست موارد بسیار زیاده. یا در جای دیگه پاسداران خانه تیمی متعلق به سازمان مجاهدین خلق را در آبادان کشف و ساکنان آن را دستگیر کردند. از این خانه 30 قبض سلاح، یک بیسیم مسروقه از سپاه، لباسهای قواسی به دست آمد که خب حالا با این بیسیم ها گزارش های اطلاعات رو استراق سم می‌کردن و در حقیقت سعی داشتن که نقشه حمله به مراکز مهم رو داشته باشن. کلاً به ماجراهای فاز سیاسی یعنی از 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 60 توی نمایش دادگاه اصلاً نمیپردازن. این که چقدر به مجاهدین حمله کردن، چماقداری ها، بیش از 70 نفر از مجاهدین و هوادارانشون رو شهید کردند، چند هزار نفر دستگیری، چند هزار نفر رو مجروح کردند و از اون طرف در مقابل مجاهدین میتینگ های چند صد هزار نفره میذاشتند، به این چیزا توی این دادگاه اصلا نمیپردازن، در حالی که همه ماجرا از همونجا شروع شده. حالا این اومده مثلا شفاف سازی کنه، ببینید چی آورده. آره بابا اینا 4 تا کلاشینکوف پیدا کردن، بعد یه دست لباس قواسی، بعد یه دونه هم بیسیم. پس این نشون میداد که اینا میخواستن با این بیسیم شنود کنن، بعد نقشه بریزن، با اون لباس قواسی بود بندازن تو جوی آب، برن کارهای تروریستی بکنن. تمام. پس این نشون میداد که مجاهدین از همون اول فاز مسلحانه رو شروع کرده بودن. یعنی شما با یه همچین منطقی توی این دادگاه مواجهی. و در حقیقت خود ساواک چنین مجموعه ای رو وقتی میبینه تشکیل شد هدایت میکنه برای اینکه رهبریش به دست مسعود رجوی بیفته و دقیقاً چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جهت اهداف همان ساواک و رژیم پهلوی قدم برمی‌داره. از قدیم گفتم با کسی که 5 ثانیه زمان لازم داره تا فرق افقی و عمودی رو بفهمه حرف از ریاضی نزن. اینم دیگه رفته تو آخر بیشعوری یه جایی وایستاده که دیگه اصلا نمیشه باشه ارتباط برقرار کرد. من نمیتونم اینو باباش تو بچگی تو کمد نگه داشته بود، یعنی یه بارم تو خیابون نبوده که ببینه مجاهدینی که از نیروهای اصلی مبارزه با شاه بودن 60 سالی که دارن با شیخ و شاه مبارزه میکنن، این همه ساواک از مجاهدین کش، بنیانگذاران مجاهدین رو اعدام کرد، مجاهدین رو شکنجه کرد، تا روز آخر حضور شاه هم توی زندان نگهشون داشتند. بعد اصلا بعد از انقلاب ساواکی وجود نداشت. پسمانده های ساواک هم همشون رفتن دوباره توی همین رژیم حل شدن و به جنایاتشون ادامه دادند. تازه اگر هم کسی در جهت اهداف ساواک حرکت کرده، بابای جناب عالی بود که در کشتار مجاهدین و مبارزین جنایات انجام نداده ساواک رو انجام داد. تو اصلا تحقیقات نکن، تو فقط قصه اون بابای جلادتو بخور. در نهایت کسادی این دادگاه به جایی رسید که دیگه قاضی افتاد به التماس که تو رو خدا مجاهدین یکیتون بیاد ما رو تحویل بگیره. این دادگاه خطاب به متهمین این پرونده اعلام می کند سالهای بسیار طولانی است که در خارج از ایران به صورت آوارگان در حال زندگی هستید. اتهامات متهمان با یکدیگر در یک درجه نمی باشد و فرصت دفاع را خواهید داشت و این زمان بسیار مهمی است تا برای احقاق حق در مقام متهم ولی با حق کامل آزادی انتخاب وکیل در جلسات حاضر باشید.
شاید زمان آن رسیده است به این آوارگی پایان دهید، به کشور بازگردند. وقت آن رسیده که فرزندان خود را در آغوش بگیرید، به آنها مهر بورزید، به کشور خود، به خاک خود بازگردید، بستگان خود را ببینید. این دیگه یعنی اعتراف کامل به درماندگی. انگار که میخواد مثلا بچه گول بزنه، بیاید برگردید، بچه‌تون رو ببینید، بستگانتون رو ببینید. بابا جان، اونی که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال داره مبارزه میکنه به کمتر از سرنگونی نظام راضی نمیشه. اون موقع برگشت مجاهدین به وطن هم حتمیه. فعلا اما تنها پاسخ مجاهدین به این دادگاه همینه. وقت بخیر و خدا نگهدار. امسال هم ولی فقیه ارتجاع بعد از 1 سال جنایت و چپاول به صحنه اومد و با حرفای 100 من یک غاز و اراجیف همیشگیش به اصطلاح پیام نوروزی داد و طبق معمول یک اسم مسخره هم برای سال انتخاب کرد که بیشتر مایه مضحکه خودش و نظامشه. طنزپردازان پیک بهاری نسخه دیده نشده ای از این روزه نوروزی رو به دست آوردن که با هم اون رو میبینیم. اعوذ بالله، منم شیطان رجیم. سالی که گذشت پارسال بود، سالی که آمده هم امسال است. البته دشمنان تبلیغ میکنند که دولت خدوم هیچ کاری انجام نداده، اما در همین قضیه تحویل سال دیدیم که آقای رئیسی تونست سال 402 رو به سال 403 برسونه. این اگه اسمش جهش نیست پس چیه؟ سالی که گذشت برای بنده سال سوزش مضاعف و توپوزی خوردنهای خفن بود. رفتیم منطقه جنگی را انداختیم، گفتیم بشینیم یه لقمه دور هم بزنیم، اما لقمش بد جوری عظما خفه کن بود. 1 سال تموم بنده حلیر زور مضاعف زدم که بلکه از این گاو انتخابات یه شیر خالص سازی شده بدوشیم، بزنیم تو رگ نظام وامونده، اما دشمنان یه کاری کردن، گاوه نشست رومون و به سر تا پامون چیز کرد که دیگه اسمشو نمیبرم. شیر خالص سازی شدنم زهر رو تلخ کردن که تبدیل شد به تلخی سال. البته سالی که گذشت سال ارتحال آور تاولخیزی هم بود، از بس که اقصا نقاط این جسم ناقص ما رو افتشاشگرا و فتنگرا زدن ترکوندن. جا داره از زحمات رئیس جمهور گاگول خودم ابی جان رئیسی هم تشکر کنم. نقش این ابی من تو نظام مثل نقش سوراخ کمربند میمونه، همیشه هست اما به کار ولایت نمیاد. در سال جدید اقدامات بسیاری انجام خواهیم داد. ما در سال جدید جنتی رو به ذخایر انرژی فسیلیمون اضافه میکنیم. در آینده میشه بشکه $100 به اعماق استراتژیک صادرش کرد. ما با وارد کردن یونجه از روسیه مشکل تغذیه مجلس رو هم حل خواهیم کرد. دشمنان در تبلیغاتشون میگن که جوانان فرصت تفریح و تحصیل و کار و آینده و امید و اینا ندارن، در حالی که بنده پرسجو کردم
دیدم این حرفا دروغه. پسر آقای قالیباف، دختر آقای مکارم، پسر آقای صدیقی مگه جوون نیستن؟ بنده حقیر یک بار هم ندیدم گله کنن. سال گذشته رو سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردیم که نامگذاری بسیار خوبی بود. تورم حالا درسته که مهار نشد اما خوشبختانه هار شد. فرقش یه میم ناقابله. در زمینه تولید هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. چای دبش بود، عطر پروژه یاس بود، سیسمونی قالیباف بود، شاسی بلند بود، آخریش هم که 1000 میلیارد تومانی بود که وارد حساب کاظم جان صدیقی شد. سال جدید رو به نام رشد تولید با مشارکت مردم نامگذاری میکنم. معنی رشد آخر سال بهتون میگیم، مشارکت مردم هم دیگه نیازی به گفتن نداره. منظور از مردم اونایی هستن که امام حد تعیین بودن بهشون داده، یعنی پاسداران و عوامل بیت و اینا هستن، چون مردم که اکثرهم لا یعقلون هستند. در پایان دست نابسم و به سمت مرقد امام قاتل میگیرم و میگم اماما تا نکشتی ما رو از دنیا نبر. طول عمر با عزت به سقط شده ها و ترکیده های نظام عطا کن. در برابر دشمنان 92% که در انتخابات خودی نشون دادن یه فکری به حال ما بکن. البته ما از اونایی هستیم که دعاهامون میخوره به پنجره، بعد کمونه میخوره به سقف خراب میشه سرمون. یکی از چالش‌های همیشگی طنزپردازان پیک شادی و پیک بهاری اینه که اونچه که آخوندها و مهره‌های ریز و درشت نظام میگن خودش انقدر مضحک و خنده‌داره که اصلا نیازی به طنزپردازی نداره. یعنی به قول معروف خودشه. مثلا این بخش از مصاحبه با پاسدار قاضی پور از اعضای سابق استبل ولایت رو ملاحظه کنین. و بعد تا کجا درس خوندید؟ آمدم علومیه، فیزیک کاربردی خوندم علومیه. بله. کوانتوم چیه؟ حرکت اتم. نظریه نسبیت شما از 1000 نفر بپرسی بگی کوانتوم ترکم میمانم. ولی حرکت اتم این به اون چی میآوره تضاد داره، زورش نمیشه این جذب کنه، اینم زورش جذب کنه. تضاد زمین بیشتره، اون میکشه پایین ثابت نگه میداره. این همون موجودیه که وسط مجلس رژیم گلابی گاز میزد و عربده کشی میکرد. حالا جست فیزیکدان گرفته و میخواد راجب کوانتوم اظهار فضل بکنه. نتیجه همین صحنه مسخره میشه که ملاحظه کردید. اما بخش بعدی برنامه‌مون نسخه کاملتر و شاید بهتر باشه بگیم واقعی‌تر همین گفتگویی که با همونو میبینیم. سلام، امروز در خدمت یکی از چهره‌های جنجالی مجلس نظام یعنی پروفسور دکتر مهندس قاضی پور هستیم. سوال اولم از شما اینه که آیا شما قبول دارید که مجلس نظام اینهو استبل میمونه؟ بله. یعنی قبول دارید که هرچی گاو و گوساله ولایت مدار هست به صورت گله‌ای وارد این مجلس شدن؟ 100%. شما خودت وقتی اولین بار وارد چنین طویله‌ای شدی بهت بر نخور؟ نه خیر، شاداب شدم. شاداب شدی؟ از این تو عضو طویله شدی شاداب شدی؟ بله. چطور چنین حسی بهت دست داد؟ از ما ولایت مدارتر، از ما شجاعتر، از ما مخلصتر برای نظام. در 8 سال دفاع می‌کردم. لشکر آشورا، لشکر 64 پیاده کم جنگیدن. حقوق تو مجلس ماهی چند بود؟ ما اون آخر که نماینده بودیم 10 تومان بود دیگه. جدی میفرمایید؟ پس این فیشای 200 میلیونی که رو شده مال کیه؟ نمیدونم والا. خب بگو ببینم این گردن رو چطوری کلوف کردی؟ کجا چریدی که اینقدر دنبه آوردی؟ ما ترکیه مثال داریم. دیوگانی هم با قطین زد. به لحافت نگاه کن، پات اتراز کن. ما میگیم اول درآمد بعد هزینه، دخل بعد خرج. خب سوال منم همینه دیگه، میگم این لحاف لامصب از کجا آوردی؟ این درآمد از کجا آوردی تو؟
دیروز شما اینجا بودی، اینجا دیروز نیست، فردا هم اینجا نیست. زامکان عوض شده، کره عوض شده، به سو میره. کره زمین که دورش میچرخه، خودش دور خورشیدم میچرخه، کل منظومه میچرخه، حرکت به سوی نامنتهاست. چرا پرت و پلا میگی؟ کره زمین چیه؟ کل منظومه چیه؟ بلش کن اصلا. رابطت با مقام عظما چطوریه؟ و از آقا رو از اول دوستش داریم و دوست خواهیم داشت. بایدم دوستش داشته باشی. اینقدر داده لنبوندی پروان شدی، معلومه دوستش داری. حالا بگو ببینم خاطره هم ازش داری؟ رفتم پیش اون، دیدم خیلی گرده. اینجا شد گرفتم یه دالدی چشید. انبردست اینا انگشتار من. خب آره. بعد این یه دالدی زد، یه کول اینطور کرد، همه رو جمع کرد. فکرم 500 نفر جمع شدن با صداش. من رفتم نزد کولش گرفتم، فشار دادم، مثل مار میپیچید، صداها وحشت از خودش در می آورد. یه دفعه دم که سالن همه تحت شدم، آمدن اینجا ول شدم، فرار کردم. از سالن 3 در رفتم به سالن 8. یه تراکتور بود خیلی بزرگ بود، تو هم اون تراکتور ندیده بودم. رفتم بالا تراکتور نشستم، کلاه گذاشتم تا بچه‌ها یکی یکی آمدم پای. یا شاسون تراکتور. ای خالی بند. خب حالا یکم از برنامه‌های اقتصادی بگو ببینم، راه حل اقتصاد ایران چیه؟ این به اون چی میآوره؟ تضاد داره، زورش نمیشه این جذب کنه، اینم زورش جذب کنه. تضاد زمین بیشتره، اون میکشه پایین، ثابت نگه میداره. شما هیچ ثانیه نداره که تکرار بشود. کره زمین دور خودش و دور خورشید میچرخد. منظور دور خودش میچرخد به سوی نامنتها، شمس میدن کل جهان. شما نمیتونید بگی که دیشب در همین ثانیه همینجا بودیم، اینجا نبودیم. ما طول، عرض، ارتفاع و زمان داریم. ای بابا بازم که زدی به کوچه علی چپ. این فضانوردی رو از عظما یاد گرفتی تو، اصلا ولش کن. اصلا بریم سراغ تیکه از شیرینکاریات تو مجلس رو ببینیم، بعد برگردیم. نماینده محترم به کنار، آقای لارزانی بگید نماینده به کنار. دوستان صندلیاتون مستقر باشید، بفرمایید دیگه. آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده عزیز کردید، بفرمایید صندلی. همتی به کنار. همکاران، این شأن منزلت نمایندگان است. آقای همتی نماینده سیمنان. عجب بابا، یه طویله میگیم یه طویله میشنویم. خب بگو ببینم تو کار اختلاس و این حرفام هستی؟ بله. مردی صبح داخل چرا اختلاس میکنی؟ با این حقوق، با این قیمت ها خیلی سخته. باید دولت امکانات وسیع بدهد. یعنی اون دامداریه رو با پول اختلاس خریدی؟ بله. الان چند میفروشی؟ ما اگر 4 میلیارد الان بخوام میدم. بعدش میری کانادا؟ 100%. کیا رو با خودت میبری کانادا؟ حتما پسر خودم میبرم. محمد صادق، عمه محمد که میدونم تا پایتون با منن. تو سنار بده آش، به همین خیال باش. خودت هم میدونی که آیندت چیز دیگه ایه. چی آیندت؟ بریم محاکمه بشیم. با چی میری برای محاکمه؟ اون برگشت نداره، تنها میرم که خودم بمیرم، کسی را به کشتن ندارم. خب دیگه بس زیاد فک زدی، جمع کن برو همون جهنمی که ازش اومدی. خدا میخواهم امروز پروپاگانی کنم و یک تبریک آنگوزمانی نثار شما همی کنم. بالاخره یک استبل یک دست خالص سازی شده برایتان درست همی کردیم. آورین یعنی الان همه این هایی که در این استبل هستند حرف من کت خدا را میخوانند؟ آری کت خدا، خیالتان راحت باشد. قاف تو را چه می شود؟ این جفتک پرانی ها چیست؟ کت خدا رس می خواهد صندلی ریاست استبل را از من همی بگیرد. ای بابا برو حرف اضافی نزن. هی برو. کت خدا یک مورد استثنایی بودندی، خیالتان راحت باشد. استبل یک دست همی می باشندی.
تو کجا آمدی؟ تو هم استثنا می باشندی؟ خدا برای گوساله های گاو قاف قاف سیسمونی خریدن. گوساله های گاو من چه می شوندی؟ کت خدا این هم استثنایی می باشد. استبل یک دستی داریم. ای بابا این چه استبل یک دستی است آخر. ای خاک بر سر من با این خال سازیم. ریس ریس بیا برویم تو ببینیم در این استبل چه غلطی همی می کنند. کت خدا تای این خال سازی ها به بیت خودت میرسه. اهالی سقف استبل بیتت رو بر سر همه تون خراب میکنندی. دوستان از اینکه در این پیک بهاری هم با ما همراه بودید از شما ممنون و سپاسگزاریم و امیدواریم که این ویژه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و فرصت همراهی با ما در روزهای آینده رو داشته باشیم. تا یک روز دیگه و یک پیک بهاری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.